مشتری عزیز مراجعه کردن برای بیکتیری و تعویض ترمینال باکس. قبل اینکه بیان پیش ما برق دینامشون رو گرفته بودن. ماشین روشن 13 بوده، 13 و یه خورده ای و خاموش هم باتری رو 10 بوده. الان که براشون میگیریم 14 رو 7 نزدیک 15 داره میرسه. البته به 15 هیچ وقت نمیرسه. و چیزی که خودشون گرفته بودن ماشین روشن فرمودید دیگه. ماشین روشن این بوده. من ماشین خاموش باتری چند نشون میداد؟ باتری 10 نشون میداد. 10 نشون میداده. حالا اون میگه عکسشو نداره. این معجزه بیکتیری. برقی که باید یه ذره بالاتر از حد معمول باشه، از 14 باشه تا بهش بتونیم بگیم برق خوب و باتری رو به راحتی شارژ کنه. بیکتیری که نصب می‌کنیم هر برقی دینام اونجا تولید میکنه انتقال میده به باتری. باتری ذخیره کننده، دینام تولید کننده و بیکتیری حمل کننده این برقی که اگه مثل 100% اصولی باشه 100% برق تولیدی دینام